قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هزاران هزار حمد و ثنا پروردگار را که دریای رحمتش را حد و کنار و نعمتی بی‌دریغش را حساب و شمار نیست. و هزار سرودی تحیت و درود پیامبری را که خداوند با بعثت و قرآن او ملت ما تاجیکان را از بند و اسارت دینهای باطل و منسوخ گشته رهانید و به نور قرآن و اسلام مشرف گردانید و صفحه درخشان و پر افتخار در تاریخ ملت ما باز نمود. صحبتی میخواهم در این چند دقیقه دست داده با شما عزیزان صحبت بکنم. میخواهم اون خدمت را که قرآن عظیم و شأن که این ماه مبارک رمضان ماه بهار قرآن بود، در بنای علم و معرفت و دانش بشریت ادا نموده است به شما تذکر بدهم. کسی که به تاریخ ادیان گذشته آشنایی دارد، مخصوصاً به تورات و انجیل اگر آشنایی داشته باشد و برای مقارنه تورات و انجیل با قرآن ما مسلمان ها اگر آن را قرائت و تلاوت نموده باشد، آنگاه ایمانش با قرآن و عظمت و بزرگواری قرآن و اسلام بیشتر و زایدتر می گردد. شاید هیچ کتابی از کتابهای سماوی و هیچ دینی از دینهای الهی به علم و دانش و معرفت آنقدر که قرآن و اسلام اهمیت قائل شده است قائل نگشته باشد. اهمیت قرآن به علم و دانش به حدی است که اگر ما به تاریخ اولی قرآن، به تاریخ آیه های اول قرآن نظر بیاندازیم، اولین آیه که در غار حرا بر پیامبر اکرم توسط جبرائیل علیه السلام نازل شد 5 آیه از سوره اقرأ بود. استعیذ بالله. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگر به ترجمه قرآن که امروز الحمدلله قرآن با خط کلیلی هم ترجمه شده است، دیگر هیچ مسلمان پیش خدا عذر و بهانه برای جاهل و نادان موندنش از معانی قرآن ندارد. اگر شما این سوره مبارکه را با ترجمه تحت اللفظیش در قرآن ترجمه شده نظر اندازید، میبینید که حرف اول قرآن با امر بخوان شروع شده است. بخوان مکرر خداوند در این 5 آیه پیغمبری عظیم و شانش را 2 مراتبه امر میکند بخوان. البته معلوم است که خوانش مقدمه دانش است، خوانش دیباچه دانش است.
شروع شدن قرآن با این امر بخوان خود زنگی بود از آغاز انقلاب فرهنگی در تاریخ بشر. همون شعاری که در گذشته از نام لنین برای ما تشویق و تبلیغ میشد، بخوانید و بخوانید و باز بخوانید، قرآن عظیم الشأن 1400 سال پیش به پیروانش این امر کرده بود بخوان. بعداً قرآن با قلم و با خط همچون یک امور مقدس سوگند یاد میکند. ببینید عظمت قرآن و معجزه پیامبر ما علیه السلام در این است، پیامبری که خود از کوچه علم و معرفت و دانش نگذشته بود، اما ببینید که در کتاب او چقدر برای علم و دانش اهمیت بزرگی و مقام بزرگی قائل گشته است. کفا بالعلم معجزة فی الامی و بالادب فی الیتمی. بنابراین شاعر میگوید که برای پیامبر ما که یک شخص ناخوانده و بی دانش و بی علم بود، معجزه علم، معجزه دانش بزرگترین معجزه است و این معجزه برای اثبات رسالت او و پیامبری او خود کفایه است. اگر شما به برنامه کاری پیغمبر اسلام در قرآن عظیم الشأن نظر بیاندازید، وقتی که قرآن برنامه رسالت پیغمبر خود را به ما و شما اعلام می‌دارد، چی می‌فرماید؟ استعیذ بالله: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. قرآن میگوید پیامبر با معجزه آمد. برای چی آمد؟ برای دو امر آمد، یکی برای تزکیه، دیگری برای تعلیم. یکی برای آن آمد که انسان کامل بسازد، یکی برای آن آمد که انسان را متخلق به اخلاق حسنه بسازد. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. دیگر برای آن آمد تا سطح معلومات انسانها را بالا ببرد و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چنانه که در یک حدیث حضرت میفرمایند انما بعثت معلما، من به حیث معلم و آموزگار در بین شما مبعوث شدم. شما اگر برای مقایسه و مقارنه به تورات و انجیل و قرآن نظر بیاندازید، در تورات و انجیل از لفظهای مثل واژه علم، عقل، نظر، فکر، حکمت شاید خیلی و کم بیابید، اما در قرآن وقتی که نظر می اندازیم، وقتی که به معجم المفهرس قرآن مراجعه می کنیم، می بینیم که یک واژه علم در قرآن بیش از 80 مراتب تکرار شده است. واژه علم که به معنای دانش است. و اما لفظهایی که از این ریشه کلمه در قرآن عظیم الشأن ساخته شده است، اگر به اونها نظر بیاندازیم، شاید از 1000 بیش کلمه ها از این ریشه علم در قرآن ساخته شده است. واژه حکمت که اونم به معنای دست بیش از 20 جای قرآن تکرار شده است. همین مانند لفظهای عقل و تفکر و نظر و دیگر. اما وقتی که به انجیل و تورات نظر بیاندازید، وقتی که انجیل و تورات قصه آدم علیه السلام به ما و شما تذکر میدهد و همون درخت ممنوعه را که حضرت آدم خوردن و به شومی آن، به کثافتی آن درخت از بهشت خارج شدن، میگویم درخت علم بود، درخت دانش بود. ببینید، بنابراین از نظری آیین مسیحیت، دینی مسیحیت که البته این دینی تحریف شده الهی است، نه دینی
ناب حضرت عیسی. بنابراین وقتی که در تاریخ مسیحیت نظر می اندازیم، یک زمان ارباب کلیسا دشمن علم و دشمن معرفت بود. تاریخ اروپا پر از مبارزه های خونین بین دین و بین علم و دانش است. در عصر 13 با فرمان گریگوری چندم، نامش یادم برآمده است، در اروپا یک محکمه با اسم اینکویزیسیون نسود، محکمه تفتیش باز نمود که وظیفه آن مبارزه بردن علیه دانش دنیوی بود، علیه علم دنیوی بود، که این محکمه تقریبا تا آخرهای عصر 19 در اروپا حکومت داشت. به اعتراف خود تاریخ نویسهای اروپا که در کتاب تمدن اسلامی مؤلف آورده است، 5 میلیون مردم روشنفکر اروپا را به کام خود فرو بود. بیش از 380,000 نفر انسانها را اونها فقط به آتش سوختند که در تاریخ عصرهای میانه ما شاهد هستیم. اونها بین علم دین و بین علم دنیا فاصله گذاشتن، فرق گذاشتن. علم دین را علم ثواب اعلان نمودن، علم دنیا را علم حرام و علم گناه اعلان نمودن. اما خوشبختانه در تاریخ اسلام این ماجراهای خونین نگذشته است، اما بی تأثیرم نموند. همین فرق گذاری های بین علم دین و علم دنیا متاسفانه بعد از عصرهای میانه در تاریخ اسلام هم به وقوع آمد. البته این از کج‌فهمی ها و از کج روی های بعضی دانشمندان و حاکمان اون زمان بود، نه از مفهوم قرآن و اسلام ناب محمدی. مسلمان ها تا زمانی که با قرآن و سنت رسول اکرم تمسک داشتند، پیروی داشتند، در تمام رشته های زندگی پیش رفتند، ترقی کردند. ببینید وقتی که زمانی که ما سینا و خوارزمی و بیرونی داشتیم، اروپا در خواب جهالت بود. وقتی که ما در کتابخانه بیت الحکمت بغداد 4 میلیون نسخه کتاب در تمام فنون مختلف علم ذخیره داشتیم و در کتابخانه طرابلس 2 میلیون و در کتابخانه شام 1 میلیون کتاب علمی داشتیم، اروپا بجز 400-500 کتابی اون هم دینی و مذهبی در دایره ها و صومعه ها و عبادت خانه هاش دیگر کتابی نداشت. بنابراین تا زمانی که مسلمان ها تمسک به قرآن و به سنت رسول اکرم داشتند، در تمام رشته های علوم پیشرفته بودند. زمانی که خرافات دامنگیر عالم اسلام شد، زمانی که مسلمان ها متأثر از رهبانیت مسیحیت شدند و رو فقط به امور آخرت و طاعت و عبادت آخرت آوردن و از دنیا علاقه خود کندن و علم را مثل اروپا، مثل ارباب کلیسا به 2 شاخه تقسیم نمودن، علم دین و علم دنیا، تنزل عالم اسلامی، پسروی عالم اسلامی در تاریخ ما متاسفانه شروع شد. اما کلیسا تا زمانی که تمسک به انجیل و اما عالم مسیحیت تا زمانی که تمسک به انجیل و ارباب کلیسا داشت، در تمام رشته های علوم و زندگی عقب مانده بود. همون روزی که مردم اروپا از بند ارباب کلیسا و از پیروی نمودن به انجیل تحریف شدهشان دست کشیدند، در تمام رشته های علم ترقی کردند و پیش رفتند. ببینید
چه تفاوت است بین قرآن ما و بین انجیل اونها. ببینید چه تفاوت است بین اسلام عزیز و آیین مسیحیت. اونها تا زمانی که با دین خود بودن عقب مانده بودند، ما تا زمانی که با اسلام ناب محمدی بودیم پیشرفته و مترقی بودیم. اما زمانی که ما از قرآن رو گردانیدیم تنزل کردیم، ولی زمانی که اونها از انجیل و کلیسا رو گردانیدن پیشرفت نمودن. این چیز حقیقتی تاریخی است که مورخ‌ها شهادتی به آن می‌دهند. بنابراین قرآن عظیم الشأن کتاب علم است، کتاب دانش است، کتاب معرفت است. پروردگار در قرآن میگوید استعیذ بالله قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خدا میگوید ای پیغمبر به مردم بگو هیچگاه اهل علم با اهل جهل، هیچگاه عالمها به دادانها به جاهلها از روی مقام و مرتبه در نزد من برابر نیست. حتی قرآن تمام حسب و نسب بی اعتبار و بی ارزش اعلان نموده است بجز علم و تقوا. استعیذ بالله یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. خدا میگوید ما اهل علم درجاتش بلند برده ایم، بالا برده ایم. آیا در دین اسلام بین علم دین و علم دنیا تفاوتی هست؟ نه. کسانی که این تفاوت گذاشتن باز میگویم اینها متأثر شده از رهبانیت مسیحیت هستند. اما کسی که با مفهوم قرآن و با منطق اسلام آشنایی دارد هیچگاه بین این دو علم جدایی نمی اندازد. زیرا علم دین یعنی چی؟ علم دنیا یعنی چی؟ اگر شما قلمرو علم دین و قلمرو علم دنیا را بدانید آنگاه میبینید که بین این دو هیچگاه عداوت و دشمنی نیست. علم دین یعنی علم به قوانین تشریعی خدا، یعنی علم به قانونها و احکامهایی که خداوند به عنوان شریعت زندگی برای ما بندگانش فرستاده است. علم نماز و روزه و علم عبادات و معاملات، این میگن علم دین. علم دنیا یعنی چی؟ علم دنیا علم به قانونهای تکوینی خدا، یعنی خداوند این عالم آفریده است، یک سلسله قانونهای برای نظام این عالم، برای ثبات این عالم در این عالم حکم فرما گردانیده است که او را علم فیزیک و علم شیمی و علم همینها استرونومی کشف نموده است برای ما. قانونهای جاذبه عمومی عالم، قانونهای ترمایدر، قانونهای الیمنتهای شیمیایی، اینها خلاصه یک سلسله قانونهایی است که خداوند برای نظام این عالم هستی را نگاه داشتنش در این عالم حکم فرما گردانیده است. پس می شود گفت بین قانونهای تشریعی خدا با قانونهای تکوینی خدا عداوت و دشمنی است؟ آیا می شود گفت بین هدایت تشریعی خدا با هدایت تکوینی خدا تضاد و تناقض است؟ آیا می شود گفت بین قول خدا با فعل خدا عداوت و دشمنی هست؟ بنابر کسانی که متاسفانه شاید تا این روزم باشن بعضی کسانی تنگ نظری که همین فکر صحیح میدانند که علم دین برای اسلام بیگانه است. نه، هرگز بیگانه نیست. بدانید که علم دین یعنی علم به قانونهای تشریعی خدا، علم دنیا علم به قانونهای تکوینی خداست. هیچگاه بین این دو قانونهای پروردگار عداوت و دشمنی نیست. ما موظف هستیم همچنانه که علم به قانونهای تشریعی خدا را فرا بگیریم، باید علم به قانونهای تکوینی خدا هم داشته باشیم. در ابتدا مسلمان ها چنین فهم داشتند که در تمام رشته های علوم پیشرفته بودند. حتی مجموع علم‌هایی را که در دوره های اول و مرحله های اول تاریخ اسلامی علماها حساب میکنن 500 رشته علوم
در جامعه اسلامی بود که مسلمان ها روی آن کتاب نوشته بودند و تدریس و درس میکردند. بنابر خاطر همین علامه اقبال در یک نظمش میگوید که ساز و برگی ما کتاب و حکمت است، این دو قوت اعتبار ملت است. کتاب مراد قرآن، حکمت مراد علم دنیا، یعنی علم دین و علم دنیا ساز و برگ ملت ماست. ساز و برگ ما کتاب و حکمت است، این دو قوت اعتبار ملت است. آن فتوحات جهانی شوق و ذوق، این فتوحات جهانی تحت و فوق. هر دو انعام خدای لایزال، بندگان را آن جمال و این جلال. حکمتی اشیا اگر دانی یقین، نیست هرگز زاده مغرب زمین. این علم دنیا زاده اروپایی ها نیست، محصول زحمت و مشقت اروپایی ها نیست. این محصول ماست، این میراث ماست. دشمنی دانشگدایت دانشی سینا گرفت، متاسفانه این گوهر ما از دست دادیم. بنابراین حضرت در یک جای دیگرش میگوید که حکمتی اشیا فرنگی زاد نیست. حکمت اشیا علم دنیا، اصلی او جز لذت ایجاد نیست. نیک اگر بینی مسلمان زاده است، این گوهر از دست ما افتاده است. این گوهر متاسفانه از دست ما به دست اونها رفت. چون عرب اندر اروپا پرکشاد، علم و حکمت را بنا دیگر نهاد. دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. تخم ما کاشتیم ولی متاسفانه حاصل اونها گرفتند. این پری از شیشه اسلاف ماست، این پری سحرانگیز از شیشه ما خارج شده است. باز صیدش کن که آن از قاف ماست. ای مسلمان، دوباره این علم دنیا را به دست بیار. این علم دنیا آموختن حرام نیست. کسی که این آموختن علم دنیا را حرام میگوید، او والله از اسلام خبر ندارد. او قسم به خدا که از منطق قرآن خبر ندارد. او نمیداند قلمرو علم دین چیست، نمیداند مفهوم علم دنیا چیست. بنابراین هر دو وقتی که به خاطر خدا آموخته می شود، خواه علم دین خواه علم دنیا، به خاطر خدمتی در راه خدا و دین خدا و بندگان خدا آموخته می شود، یقینا بدانید که آن عبادت است. آن عبادت است، اجر دارد، ثواب دارد. ما مسلمان ها در قسمت جنوبی اسپانیا که یکی از دولت های اروپایی است، خلافت اسلامی داشتیم با اسم خلافت اندلس که 600 سال این دولت اسلامی در قلب اروپا برپا بود و بهترین خدمت را برای احیای قطعه اروپا، برای بیدار کردن مردم اروپا از خواب جهالت و نادانی، این خلافت اسلامی کرد. با اقرار و اعتراف مورخ‌های اروپایی هر سال تا 70-80 هزار مجلد کتاب در خلافت اندلس، در خلافت اسلامی اندلس به طبع و نشر می رسید. اروپا از این مرکز علم و فرهنگ صاحب علم و دانش گشتند. حتی گوستاو لوبون فرانسوی که یکی از عالم‌های خیلی با انصاف اروپایی است، اعتراف میکند که مردم اروپا تا 500-600 سال فقط روی کتاب‌های ترجمه شده مسلمان ها علم دانش می آموختند و مسئله های علمی را بررسی می کردند. دانستن زبان عربی برای اونها همچون زبان علم، همچون زبان دانش ضرور بود، چنانه که امروز دانستن زبان انگلیسی برای ما ضرور گشته است. اون روز اونها کوشش میکردن زبان عربی بیاموزند. خلاصه ما در بنای
تمدن بشری مخصوصا در بنای علم و دانش خدمتی بزرگی برای بشریت کردیم. حتی یکی از اونها میگوید کاخی تمدن ما را دستهای پرزور و توانای مسلمین بنا نمودند. حتی میگویند یکی از مورخهای ایشان که در همون کتاب تمدن اسلامی اسمشان مذکور است و متاسفانه فراموش کردن، میگوید مردم اروپا و مسیحی هر جا که باشند قرضدار و مدیون مسلمان ها هستند. بنابر خلاصه تا زمانی که ملت مسلمان با قرآن بودند خلاصه پیشرفته بودند. زمانی که از قرآن رو گردانیدند ملت مسلمان به ذلت و به خواری مبتلا گشت. بنابراین حضرت علامه اقبال در یک شعرش میگوید که خار از مهجوری قرآن شدی، خار از مهجوری قرآن شدی، نکته سنجی گردشی ایام شدی، همچو شبنم بر زمین افتاده، در بغل داری کتاب زنده. ز فرمان قرآن چرخ تافتی، به جای خوشی ناخوشی یافتی، شعاری همه فتنه و جنگ شد، به ما عرصه زندگی تنگ شد. چرا که از قرآن دور موندیم. قرآن آیین نامه‌ای باید هر فرد مسلمان باشد. ز قرآن پیش خود آیینه آویز. علامه اقبال خدا رحمتش کند واقعا اسلام صحیح اون کس فهمیده بود. ز قرآن پیش خود آیینه آویز، دگرگون گشته ای از خویش بگریز ای مسلمان. تو مسلمان واقعی، مسلمان قرآنی نشدی. دگرگون گشته ای از خویش بگریز، ترازوی بنه کردار خود را. یعنی از قرآن یک میزان بساز، یه ترازوی بساز، اعمال و رفتار خود در قرآن گذار. ترازوی بنه کردار خود را، قیامتهای پیشین را برانگیز. واقعا اگر ما امروز قرآن در برابر خود و زندگی خود و اعمال و گفتار و رفتار خود چون آینه گذاریم یا چون ترازوی برای سنجش و آزمایش زندگی خود، حیات خود گذاریم، شاید بین ما و بین قرآن فاصله های زیادی باشد. در یک حدیث رسول اکرم 1400 سال پیش که حدیث امام دیلوی روایت میکنند فرموده بودند سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه یقسمون به و هم ابعد الناس منه. بر امت من زمان فرا میرسد که از قرآن بجز نقش خط و از اسلام بجز نام دیگر چیزی باقی نمیموند. قسم به قرآن میخورند، به قرآن سوگند یاد میکنند، ولی فرسخها بین اونها و قرآن فاصله هست. بین زندگی اونها و قرآن فاصله هست. مساجدهم عامره خراب من الهدى. مسجدهاشون از نقش و نگار آباد اما از عبادت و طاعت خراب. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء. ببینید فقهای اون زمان بدترین فقها در زیر گنبد آسمان هستند. و منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود. فتنه ها از زیر پای اونها میبرد و سرانجام به اونها برمیگردد. این حدیثی است که 1400 سال پیش در کتاب ها نوشته شده است، امام دیلوی روایتش کرده است. واقعا امروز که ما 97% مردم تاجیکستان مسلمان میگیم، وقتی که زندگی اونها را با زندگی نامه اشان که قرآن عظیم الشأن است مقایسه بکنیم، کمی در کم مسلمانی را میبینیم که 100% زندگی او مطابق قرآن باشد. قرآن به تکرار، مثلا قرآن به تکرار با شیوه های مختلف پیروان خودش میگوید اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. ای مسلمان، ای مرد مسلمان، تو باید نماز خوانی، تو باید
پابند نماز باشی، نماز برپا بداری و با بی نمازی تو خود از زمره مشرکین و کافرین قرار مده. ببینید که امروز چند فایج از مسلمان ها اهل نمازند. قرآن به زن مسلمان میگوید که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی و اقمنا الصلاه و آتینا الزکاه و اطعنا الله و رسوله. ای زن مسلمان، تو باید خود آرایی و خودنمایی نکنی، تو باید لباس اسلامی و پوشاک ملی خود حفظ بکنی، تو باید برای جلب توجه مردم لباس های بدن نما و تنگ و تنک در بدن نکنی، تو باید نماز بخوانی، تو باید زکات بدهی، تو باید مطیع امر خدا و رسول باشی. ببینیم امروز ببینیم که چند فایده از زنهای ما به این امر قرآن عمل دارند. امروز متاسفانه زنهای ما، دخترهای ما تقلید کورکورانه به دنیای غرب دارند. امروز لباس بدن نما و اروپایی را برای خود مدنیت می حسابند، افتخار می دانند، می بالند. اما این افتخار نیست، این ننگ است، ننگ بشر. این ننگ بشر بین که زند دمز تجدد، این ننگ بشر بین که زند دمز تجدد. عریان بینموده است چو حیوان بدنی خود، پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد. بینموده به تقلید غلط پیروی از مود، این است تمدن که کنون رایج باب است. متاسفانه مدنیتی که امروز بازارش در رواج رونق است همین است. قرآن با پدران و مادران مسلمان دستور می‌دهد که باید راجع به فرزندانشان تربیه اسلامی داشته باشند، تربیه صحیح دینی داشته باشند، باید طوری اونها را تربیت بکنند که از عذاب خدا، از آتش دوزخی جهنم اونها را نگه بدارن. استعیذ بالله. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای اهل ایمان، ای پدر و مادر مسلمان، مخصوصا ای سروران عائله، باید شما اهل بیت خود، زن و فرزند و دختران خود از آتش جهنم حفظ نمایید. امروز ببینیم چند فایز از مردم و پدر و مادر مسلمان این وظیفه دینی و قرآنی خودش ادا نموده است. اکثر پدرهایی که حتی خود نمازی هستند فرزنداشون بی نمازن، خانمهاشون بی نمازن، خود مسجدی هستند ولی زن و دختراشون لباس اسلامی را، پوشاک اسلامی را رعایت نمی کنند. حالا آنکه مرد در خانه، ادبای ما، شعرای ما میگن نظیر باغبان است، زن نظیر گل است. زن بسان گل بود در باغ گلزار جهان، مرد او باشد بسان، مرد او باشد در این دنیا بسان باغبان. باغبان باید که دیواری کشد بر دور باغ تا گلش ایمن بموند از دست بردی این و آن. باید گرد باغ دیوار کشید و الا هر دزدی میبرد. مرد هم باید بپوشاند بزن زیب حجاب تا که باشد خانهش در امن و امان، ورنمی باید ببیند با دو چشم خویشتن غنچه ناموس خود را در کفی بیگانگان. قرآن با لحن شدید پیروان خودش از عرق نوشی و زناگاری و رباخوری و پرسینخوری حتما میکند که در آیه های زیاد پروردگار این تأکیدات امر کرده است که استعیذ بالله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. ببینیم که چند فایده از مسلمان ها امروز به این امرهای قرآن عمل میتونن، تمسک میتونن. بنابراین واقعا امروز قرآن در بین ما محجور است.
امروز قرآن در بین ما ترک شده هست. پیغمبر خدا حق دارد که امروز از روی امتش در پیشگاه پروردگار شکایت بکند و قال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حضرت علامه اقبال درست میگوید در این صد فتنه را بر خود کشادی، دو گام رفتی و از پا فتادی ای ملت مسلمان. دو قدم در ابتدای عصر اسلام پیش رفتی ولی متاسفانه از پا افتادی. برهمن از بتان تاقی خود آراست، برهمن از بتان تاقی خود آراست، تو قرآن را سری تاقی گذاشتی. امروز قرآن در سری تاق، حتی در سری تاق هم نیست. شاید علامه اقبال مردم مسلمان پاکستان و هندوستان در نظر دارد، امروز در سری تاق مسلمان هم قرآن نیست. بنابراین قرآن حتما روز قیامت پیش پروردگار شکایت میکند. در یک حدیث که امام ثعلبی روایت میکند و امام قرطبی در تفسیر میآورند من تعلم القرآن ثم لم يتعاهده ولم ينظر إليه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب إن عبدك هذا اتخذني مهجورا. کسی که قرآن آموزد، ثانی قرآن سری تاق گذارد و دیگه نگاه به قرآن نکند، عمل به احکام قرآن نکند، روز قیامت این قرآن از گریبان این پیروی خودش در پیشگاه پروردگار میگرفته است و عرض میکرد است، میگفت است ای خدا این بنده ات در دنیا مرا ترک نمود و من عمل نکرد، فقضی بینی و بینه. امروز ای خدا بینمون و بین اون خودت داوری بکن، خود حکم برآور. واقعا امروز قرآن مهجور شد که ملت مسلمان خوار شد. اگر به تاریخ بخارا نظر بکنیم، خود کتاب‌های اسلامی که در طول 300 و 200 سال اخیر که در بخارا تالیف شدن ببینید درسی از قرآن و حدیث نبود. جمله درسی که در اون عصر میخواندن چه بود؟ علم فقه بود و منطق بود و علم صرف و نحو و علم میراث و فرائض بود، اما علم تفسیر و علم حدیث نبود. بنابر همین ملت مسلمان عقب ما. از این خاطر رسول اکرم در یک حدیث که امام مالک در موطا روایت میکنند ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت نبیه. من در بین و سنتی، من در بین شما گفتن دو چیز به میراث گذاشتم، مادامی که شما اگر به این دو امر تمسک بکنید ای ملت مسلمان، هرگز انشاءالله شما خار و ذلیل نمی شوید، در ضلالت و گمراهی نمی افتید. یکی قرآن و دیگری سنت من، دیگری حدیث های صحیحه من. متاسفانه چنانه که مکرر گفته ایم باز میگوییم امروز قرآن در بین ما مهجور است و این خاری عالم اسلام از مهجوری قرآن است، از متروکی قرآن است. بنابراین امت اسلام باید دوباره رجوعی به قرآن بکند، رجوعی به فهمیدن معانی قرآن و رجوع به عمل نمودن به امر و نهی قرآن و موافق نمودن زندگی خود به زندگی نامه قرآن باید بکند. انشاءالله همون عزتی را که قرآن بار اول برای ملت مسلمان به ارمغان آورد، همون عزت دوباره میتواند قرآن به ملت مسلمان بیارد. زیر قرآن همون خصوصیت خود را، همون صفتهای خود را تا امروز داراست. همون قرآن 1400 ساله است، همون قرآنی که سینا و خوارزمی و بیرونی برآورد همون قرآن است. یک حرف او تغییر و دیگر نشده است، مثل انجیل و تورات تبدیل و تحریف نشده است. بنابراین همون خصوصیت قرآن امروز دارد، چنانه که یک بار توانست ملت مسلمان را در میدان علم و معرفت در صف پیش آورد و پرچم علم و دانش را به دست او داد و وارث علم و معرفت گردانید. انشاءالله میتواند دوباره این ملت وارث علم و معرفت بگرداند و عزت و ارجمندی عطا بنماید. دعا بکنیم پروردگار با ما و تمام ملت مسلمان بازگشتی دوباره به قرآن عنایت بفرماید و خداوند دلهای ما را از تلاوت قرآن و معارف قرآن و ایمان پر نور و منور بگرداند
و زندگی هر یکی ما را موافق با احکام و قوانین قرآن مطابق و موافق بگرداند. السلام علیکم و رحمت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.